سلام به همه همراهای کانال بیا و ببین. امروز قراره یه موضوع جالب و باحال رو با هم مرور کنیم. بازیگرای ایرانی که یه جورای دوقلو هنری یا حداقل خیلی شبیه یه سلبریتی خارجی هستن. از اون ویدیوهایی که آخرش احتمالاً میگی نه بابا شوخی میکنی دیگه. حالا بریم که این شباهت‌های عجیب غریب رو با هم ببینیم. بیتا سحرخیز با اون چهره مهربونش خیلیا گفتن یه شباهت‌های خاصی به اوزلین ایلماز بازیگر ترکیه‌ای داره. هم حالت چشم‌ها، هم لبخند و استایل موها. تو چند تا عکس کنار هم بذارین واقعا میتونین اشتباه بگیرینشون. این یکی شاید اولش عجیبه ولی یکم که دقیق‌تر نگاه کنی متوجه میشی که چرا بعضیا میگن الهام اخوان شباهت‌هایی به بیلی آیلیش داره. اون نگاه خاص، صورت معصوم و حتی مدل ابروها واقعا جالبه. حالا برسیم به یکی از جذاب‌ترین مقایسه ها. حامد بهداد و کیت هرینگتون که بازیگر نقش جان اسنو توی بازی تاج و تخته. چهره جدی، حالت نگاه، حتی مدل موها یه حس خاصی منتقل میکنن که انگار از یک ژن مشترک اومدن. اگه الناز حبیبی رو کنار امیلیا کلارک که همون مادر اژدها بذارین، اون لبخند و نگاه معصومشون واقعا شبیه. هر دو یه جور خاصی صورت بچگانه و دوست داشتنی دارن. اینو خیلی تو شبکه‌های اجتماعی گفتن. نرگس محمدی با اون چهره گرم و مهربونش واقعا شباهت‌هایی به هانده آرچل داره. مخصوصا وقتی لبخند میزنن یه شباهت‌های شیرینی توی فرم صورتشون هست. پارسا پیروزفر با اون چهره مرموز و ساکتش که خیلی‌ها میگن یه حس خاصی شبیه اونورتونا داره. تو عکسای رسمی یا وقتی عینک میزنن این شباهت خیلی بیشتر هم حس میشه. شبنم مقدمی و ماریون کوتیار دو تا بازیگر با تسلط بالا روی نقشه جدی. فرم صورت و نگاهاشون خیلی به هم نزدیکه. حتی توی بعضی از استایل ها میتونی شباهت های عجیبی پیدا کنی. علی فروتن که ماها بیشتر با برنامه‌های کودک به یادشون میاریم توی چهره کلی شباهت‌هایی به کریستوف والتز داره، مخصوصا وقتی لبخند میزنه و یه حالت خنثی داره. شقایق دهقان و جانان ارگودر هر دو توی نقش‌های طنز عالی هستن ولی از نظر صورت، حالت چشم و فرم فک خیلی‌ها گفتن چقدر شبیه همن. این شباهت هم خیلی محبوبه بین مخاطبا. پریناز ایزدیار و فاهریه اوجن دو تا بازیگر با چهره‌های کلاسیک و چشم‌های درشت و گیرا. تو بعضی از عکس‌ها واقعاً قاطی می‌کنی که کی به کیه. این یکی واقعاً باعث شده خیلی‌ها تعجب کنن. لیلا اوتادی با اسکارلت جانسون. ولی خب تو بعضی از عکس‌ها اون حالت فیس جدی و چشمای گیرا یه جورایی باعث میشه شبیه به نظر برسن. امیر کاظمی با اون استایل خاص و تحریش همیشگیش تو برخی قاب‌ها یه شباهت جدی به ایتان هاک پیدا میکنه. یه حالت خسته اما جذاب تو نگاهشون. حسین سلیمانی با اینکه خیلی سبک متفاوتی داره اما یه سری فریم‌هاش هست که مخاطب رو یاد جانی دپ میندازه، مخصوصا وقتی عینک میزنه یا توی نقشای خاص بازی میکنه. ریحانه پارسا و سیمای بارلاس دو تا بازیگر جوان و جنجالی. از فرم صورت گرفته تا نوع نگاه و ابروها خیلی‌ها گفتن اینا خواهرن مگه؟ اگه تا اینجای ویدیو رو دیدی و خوشت اومده یه لایک بزن که بدونیم این سبک محتوا رو دوست داری.
و در نهایت شباهت جذاب بین جوان دلشاد و مونیکا بلوچی. تو عکس‌هایی که آرایش کلاسیک دارن واقعا میشه این شباهت رو حس کرد. به نظرت کدومی که از این شباهت‌ها واقعی تر بود؟ یا اگر خودت بازیگر دیگه ای سراغ داری که شبیه بازیگرای خارجی‌ان، توی کامنت ها برامون بنویس. شاید توی قسمت بعدی بهشون اشاره کردیم. مرسی که تا اینجای ویدیو با ما بودی. یادت نره مراقب خودت باشی. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.